نه به در نمیخوره. برو میرم. بچه به احترام بزرگترت کجا؟ ریدم تو غذا. چی کاری؟ مزه گو میده. و بچه ما تو چی کارت کنم؟ بعد میگن خر بزه. بز خره. دلم میخواد همین الان بکشم پایین به همه آقایون حال بدم. شما تایید میکنید؟ شما محمدیاش طلبان تایید شد. به خدا قسم تمام مردم ایران، تمام این سرزمین در رفاه و آسایش دارن زندگی میکنن. سلام، حال شما خوب هستین؟ سلام، ممنون. خدا بیامرزه خانمتون رو. شنیدم ازدواج کردین، حداقل یه سال صبر می‌کردین. آره ازدواج کردم. تو این یه سال شما زنای فامیل یه ماچ به من دادید، شما آشناها زنا یه ممه به من تعارف کردید. صبحی بازم میبدی نبو بس میبدی بیگونه مونش مون جمعه بیا بیبدی کار من از که بیت و بیت گذشتی صبحی خرابم بکن برس به داد این دل شکسته در شرابم بکن. آقا سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. میشه از شما سوال کنم چند ساله دارین آش درست میکنین و به مردم عرضه میکنین؟ بفرما. چند ساله؟ چند ساله خودمون چند ساله میام. چند ساله آش داری درست میکنی؟ سالها. چند ساله مثلا؟ بعدن 7-8 ساله. خودت هم آش دوست داری؟ آره. تعلق شده آش نخورده و دهن سوخته بشی؟ چرا سوخته میشه؟ اگه آش داغ که بخوریم نظرم سرد بشه دهنت تو داغ میشه. دهنت میسوزه. آره میسوزه. خدا نکنه. آقا داریم در مورد همین ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش اگه سرد نشه گرم بخوری به چه فایده؟ آقا یه آش فروش، ما داریم در مورد این ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش نخورده دهن سوخت؟ آره. نه، آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش داغه.